السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس هفتم، درس زبان ترکی. خب در درس های گذشته کلمه ها از خود کرده بودیم، بعضی صفات ها و بعضی جمله ها از خود کرده بودیم. امروز میگذاریم به درس هفتم، قاعده های زبان یعنی گراماتیک را آغاز می‌نماییم در این درس آموخته. خب همون به درس گذاریم. خب بعضی کلمه ها هست، ما کلمه های اشارتی میگیم به زبان خانه. این و او دورتر از ما باشد، او یعنی آن گفته نشان میدیم. خب در زبان ترکی باشد یعنی این گفتنیگه بو، یعنی یگان چرا نشان میدیم، یعنی این میز یعنی بو ماسا. خب اگر نزدیک باشد بر ما یعنی یکن نزدیک گفتنیگه. خب یگان چیزی که به ما نزدیکتر است چی میگیم؟ این میز. خب با زبان ترکی چی میگفتیم؟ بو یعنی این، بو ماسا این میز، چیزی که به ما نزدیک است. خب کمی دورتر باشد از ما، شو گفته با چلیک اشاره میکنیم. خب کمی از ما دورتر است، یعنی در اینجا نایستگی است اوزق. خب دورتر باشد چی میگیم؟ وای میز، اون میز و اون میز. خب با زبان ترکی چی میگن؟ شو ماسا، کمی از ما دورتر باشد. خب از ما زیادتر دورتر باشد چی میگیم؟ کمی از ما، چوک اوزق، یعنی در اینجا گفته است که بسیار دور باشد چی میگیم؟ او ماسا، او ماسا یعنی او وای میز. خب مثال آورده است، örnek. خب این چی است؟ شکاف میگیم، با زبان خودمون شکاف میگیم. خب بو ندر، سوال کرده است، بو ندر و یا بو نه یعنی این چیست و یا این چی، یعنی بو نه یعنی نه چی گفتنیگه، بو نه ندر چیست. بو dolaptır، bu dolaptır یعنی bu این چی است؟ این شکاف است. خب اگر انسان باشد اشیا باشد نه یعنی چی. اگر انسان باشد kim، bu kim veya bu kimdir? Bu öğretmen، bu öğretmendir. خب اینها بودن جمله ها. میگذاریم به مشق نوبتی، مشق سیوم. خب در مشق سیوم میگوید که örneklerdeki gibi cümleler oluşturalım. خب خیلی که در این بالا دیدیم در مشق‌هایی که در جمله بودن مثل آنها جمله ها سازیده است. örneklerdeki gibi yani به مثلی در مشق ها بودگی cümle oluşturalım. oluşturmak yani ساختن. cümle بازم تاجیکی جمله میگیم، جمله ساختن. خب این چیست؟ این اشیا است. خب چی میگیم؟ این. خیلی شخص باشد این کیست میگیم. اگر اشیا باشد این چیست. bu ne؟ bu ev. bu ne؟ bu ev. خب قلم گیرم. خب bu خب رنگ انتخاب کنم در اینجا. bu ev. خب اگر انسان باشد چی میگفتیم؟ bu kim؟ خیلی با ما نزدیک است. خب چی میگیم؟ bu kim؟ خب بخشش برای نوشتنم، چرا شروع ننویسم. bu kim؟ سوال داده است. ما چی میگیم در جواب؟ bu çocuk. çocuk چی بود؟ خب اگر دفتر لغت ندارین از شما خواهش میکنم که یک دفتر بگیرین. هر کلمه‌ای که نو مینویسیم اون کلمه رو در دفتر خود بنویسیم تا که از یاد کنیم. کلمه از یاد کردن مهم است. باید کلمه ها رو بدانیم برای یکی اول در زبان آموزی اول باید گراماتیک، بعد از اون کلمه آموزی است. خب bunlar ne؟ bunlar göl و یا çiçek یعنی این گلی لاله رو ما چی میگیم؟ گل و یا çiçek یعنی گل ها، çiçekler. در اینجا بسیار هستن. ما در قفای کلمه چی خوش میکردیم؟ لر و لر خوش میکردیم. خب bunlar ne؟ نزدیک هستن، bunlar میگیم و یا bu نگویم چون bunlar رو نگذاشتیم. bu ne؟ bu göl diyelim. خب o kim؟ کمی از ما دورتر است. هم خیلی o یعنی وای کیست. o kim؟ کریستیانو میگه کی؟ یا فوتبالیست است، نه من هم نمیشناسم. o
رونالدینو. خب در یادم اومد رونالدینو. خب درخت است در اینجا. درخت نیست چی بود؟ در درس های پیشه گفته بودیم. خب درخت یعنی ağaç. او نه یعنی از ما خیلی دور است. او نه هم خیلی در اینجا گفتیم که او یعنی çok uzak یعنی خیلی از ما دور باشد چی میگیم؟ او نه. او نه او ağaç. خب در اینجا دکتر است. خب اگر انسان باشد چی میگفتیم؟ بو کیم؟ با ما نزدیک است. بو کیم؟ خب بو دکتر. خب دکتر. خب میز در اینجا استول است. استول. خب هرچی است. خب در اینجا کرسی هست بزرگ توشکی. این چیست؟ یعنی این اشیا است چی میگیم؟ بونه. با ما نزدیک است همینطور نه دور نیست. خب اگر دور می بود چی میگفتیم؟ شونه کمی دور باشد و آنه. خب اگر این با ما نزدیک است از همین لحاظ ما چی میگیم؟ بو نه. خیلی نه. خب بو نه. بو صندلیه. بو صندلیه. خب هر کسی که دفتر ندارد التماس شما خواهش میکنم برای آموختنتون یک دفتر و یک چیز بگیرین کلمه ها رو قید کنین که برای آموختنتون هر چند کلمه زیادتر دارین اون خیلی خوبتر است برای شما. خب در اینجا چند کلمه آموختیم. چوجوک. خب گل، چیچک، ağaç. خیلی ağaç. در اینجا خیلی نمیسنید. میشه گ ağaç چه. خب دکتر و صندلی. خب میگذاریم به مشق چهارم. مشق çorum میگه که aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. این کلمه هایی که یعنی aşağıdaki کلمه هایی که در پایان هستند در جایهای مناسب جایگیر میسازیم میگه. خب پلیس انسان هست چی میگیم؟ پلیس. خب یک میمونم کیم؟ کیم پلیس. خیلی نه باز چی هست؟ کیم نه. خب اینا دو تا هست اینجا کیم و نه. خب پنجره یعنی تیرزه. تیرزه با کدام چیز جمع میشد؟ اشیا. خب دویم اینجا مونه. خیلی نه. öğretmen kim؟ öğretmen. خب در این بالا گفتیم kim öğretmen. bu kim؟ bu öğretmen یعنی kim میشد. خیلی نه. خب در دوام میدیم. خب kim öğretmen otobüs. خب یک در اینجا سیمونه otobüs یعنی این یک اشیا است که خب نه otobüs. kim otobüs نمیگیم کی otobüs گفتن نمیشه. خب چی otobüs. خیلی نه. خب چهار میمونه. خب kuş یعنی پرنده. kuş میگیم. kuş nesne است یعنی در زبان ترکی kim köpek demiyor yani چی خودمون کی سگ نمیگیم که یعنی نه. این هم اینجا داخل میشود. خب köpek این نیز با نه داخل میشود یعنی سگ. خب چند ششمونه. avukat نه advokat. خب کی advokat؟ خب حرف اینجا. خب گارسون یعنی افسانکا. خب افسان و افسانکا. خب گارسون با کی داخل میشود؟ با کیم. خیلی نه. هشت مونم در اینجا. پستاجی. پستاجی کسی که پسته ها و مکتوب ها رو میبرد میبیارد اونو وای رو پستاجو میگویند. پستاجی. کیم پستاجی یعنی این نه به اینجا داخل میشود. خب kapı در چی در بگیم؟ خیلی نه. ده اینجا داخل میشود. خب چانتا چی چانتا 11 گفتیم.
کدی یعنی گربه، پیشک با چی داخل میاد؟ چی پیشک، کی پیشک، چی پیشک. خب 12 به اینجا. bilgisayar یعنی کامپیوتر، ماشین الکترونی حساب برار با زبان تاجیک. کسایی که نمیدونن این رو باید بدونن. ماشین الکترونی حساب برار. خب کامپیوتر چند بودیم؟ 13. بله 13. مهندس یعنی مهندس. خب مهندس گفتن ترکی مهندس، ما انجینر یعنی مهندس میگیم. خب کی مهندس. خب این 14 میشود. شarkıcı یعنی سراینده. کی سراینده؟ خیلی چی سراینده؟ کی سراینده یعنی 15. ev خانه، چی خانه 16. دفتر، چی دفتر 17. همشیره، کی همشیره یعنی وای همشیره با زبان ترکی نیست، همشیره است. همشیره میگن ترکا. خب 18. خب در اینجا دوستان عزیز کلمه ها رو اگر نویسن خوب میشه، چرا که 18 کلمه در اینجا آموختیم. خب اگر در داخل یک جمله اون کلمه‌ای که شما از یاد میکنید بگذرد، اون کلمه رو کمی هم باشد تخمین کردنتون ممکن است، اگر نه مشکل میشود. خب گفتم یه بار کلمه رو در بالشون بگذاریم. kim polis yani militsiya. Ne pencere yani tireze. Hop öğretmen, kim öğretmen yani muallim. Çi otobüs yani otobüs, ne otobüs. Ne kuş, ne köpek. Kim avukat, kim garson. Postacı, kim postacı yani kasayı ki mektup ها رو میبرن. Ne kapı yani dar. Ne telefon. Ne çay, çay رو نمیستم فکرم. Ne çay, ne çanta. Ne çanta yani sumka. Ne kedi yani gurbe. Ne bilgisayar yani kompütür. Kim mühendis yani mühendis. Hop kim şarkıcı yani saroyanda. Ne ev, ne defter, ne kim hamşire. خب این کلمه رو گفتیم می نویسیم. خب در اکنون میگذاریم به چغول اکی یعنی شکل جمع. مثال اون وای وای ها همچنین ها خوش میگیم شکل جمع میگیره. در زبان ترکی نیست. گفتیم اون یعنی شکل جمع هست و یکتا هست یعنی پلورال و سوفیکس با زبان انگلیسی. چغول اکی میگن با زبان ترکی. خب در کدام حالت لر و در کدام بعد کدام حرف ها لر می آید آنها رو باید بدانیم. خب اگر گفتیم بعضی این حرف ا او آید چی میگیم؟ لر. کمتر بعد چیز میکنیم. خب این رو در اینجا در مشق باز نشان میدیم. خب اگر گفتیم ای بیاید لر یعنی چول اکی لر خوش میکنیم. خب bunlar köpek yani نزدیک هستن. ما در اینجا نزدیک گفتن گپ یکن. bunlar چرا که با در اینجا اکی لر خوش کرده است. بو چی بود؟ بو یعنی این گفتن گپ لر خوش کرد bunlar شد. خب اینها شکل جمع. چی گفت؟ köpek یعنی اینها سگ ها. خب şunlar uzak چی بود؟ دور هست از ما. şunlar köpek بسیارتر دور از ما çok uzak. onlar köpek میگویند همش در همش لر خوش کرده است. چرا؟ او آمده است شو بو و او آمده است onlar köpek. خب میگذاریم به دوام میگه. خب تکیل یعنی یک تکیل تک گفتن گپ یک تا گفتن گپ. چغول شکل جمع بسیار. تکیل بازن یک چغول بسیار. خب
کتاب. خوب شکل جمعش کتابlar یعنی کتاب ها. کız دختر kızlar دخترها. kutu قوطی yani box بودن kutular yani قوطی ها. televizyon yani televizör ve televizyonlar دیده دوخی لر در همش لر. خوب تکیل باز پنجره نگاه کنید پنجره لر خیلی که اینت لر قوش کرده است در اینو همش لر. چی بر لر چونکه در اینجا ای هست. خوب دیدید ای هست اینجا چی کرده است در این بالا نشان دادم ای چی می بود لر قوش میکردیم اگر ای می اومد. خب کدی یعنی گربه کدی لر گربه ها لر باز هم لر. köy yani qishloq köyler qishloq ها او آمده است خیلی که میبینید در اینجا او باشد لر قوش میکردم. üzüm yani انگور üzümler انگور ها دیدید او و در اینجا او. خوب در اینجا نیز آ گفتم اوید لر او خیلی که میبینید دوستان ای هست در زبان باز او هست. اگر به نقطه باشد گفتم او و با نقطه باشد ای. خب kutu خیلی که میبینید او kutular تلویزیون او آخران حرفی صدانوکش نگاه میکنیم. خب و تلویزیونlar. خب اینها رو بگذاریم بس در اینجا کفایت میکنه. bunlar nedir اینها چی هستند دوستان؟ خوب فکر کنید اینها چی هستند؟ استکان ها. خوب بازار ترکی استکان ها اما بازار ترکی bunlar bardak. bunlar ne nedir bunlar bardaktır. bunlar ne bunlar bardak. اگر سوال رو گوش میکنید نه گفته تنها نه باشد bunlar ne bunlar bardaktır بیاد. اگر در اینجا کم یعنی نقش می شود اگر bunlar nedir گفت شما چی میگید bunlar bardaktır veya bardaklar گفتم تا ممکن است. bunlar kim bunlar öğrenci. bunlar kimdir bunlar öğrencidir. خب veya bunlar kim گفت شما میتونید که öğrenciler veya bunlar ne veya nedir گفت شما bunlar نگفته تنها bardaklar گفتنتون ممکن است. خب در اینجا not گفته است اینها رو بذاریم بعد تمام کنیم. not sayılarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. خب میگوید که در رقم ها و میکتر bildiren یعنی شماره معلومات شماره رو بعضی مثال گیم که در سایه ها مثلا یک ها دو ها نمیگیم که هم نه. خب در رقم ها و میکتر bildiren مثال 10 تا سگ مثلا 10 ها سگ نمیگیم که یا 10 تا میز 10 ها میز نمیگیم که هم نه. در زمان خودمان همچنین است در رقم ها و در چیزهایی که یک مقدار با ما نشون میدن در آنها میگوید چغول اکی یعنی لر و لر قوش نمیکنیم. خب مثال 3 çocuk az kişi هم خیلی نه az kişi میگن 3 ها یعنی 3 کودک 3 ها کودک ها نمیگن که 3 کودک. خب 2 kalem çok insan یعنی çok insan 2 kalem مثلا 3 çocuk yani ما چی میگیم راست اون شماره اونها رو باید گوییم مثلا های 3 ها نمیگیم. خب 5 bardak یعنی 5 تا استکان çok insan و هیچ یابانجی فکر اینو فهمیدید یعنی چیزی که شماره رو نشون میده در اونجا ما چیز رو نشان نمیدیم. لر و لر مثلا 3 çocuklar نمیگیم مقدار نشان میدیم هم خیلی نه در اینجا. و یا çok insanlar نمیگیم çok insan چونکی در اینجا یک مقدار انسان نشان میده. خوب not گفته است باز son hecelerinde a o u bulunan bazı yabancı kelimeler ler ekini alırlar. خب دوستان در هر زبان کلمه های استثنایی هستند. خب این میگوید که بعضی کلمه هایی که در خارج از زبان ترکی داخل شده است با مثل
آ او مثال همین کلمه ها رو در درونشان دارن، اما لر خوش کردنشان یعنی گرفتنشان ممکنه. چه شکلی اینجا گفتیم آ او لر میگیرد، اما بعضا استثناء بودنش ممکن است. خب بعضی کلمه های خارجی میگه بعضی زبان ترکی داخل شدن آنها اکی لر رو میگیرن، لر رو گرفتنشان ممکن است. خب در اینجا مثال ساعتلر، خب در اینجا چه خیلی کنن آ هست اما لر گرفته است، این یک کلمه خارجی است. مثال هیاللر، هیاللر مثال چه خیلی کنن آ هست اما لر گرفته است. اینا کلمه استثنایی هستند. حلر، سیاحتلر، روللر، الکللر، سمبوللر، میساللر، مشگوللر، پتروللر، کارتلر، ایدئاللر. خب چه خیلی کنید اینا کلمه ها هستند، اینا بسیار نیستند، بعضی کلمه های استثنایی هستند ها. خب در این درس، در این مشق پنجم تمام کنیم. خب درس آینده در اینجا دوام میتیم. خب یگان سوال باشد شما میتونید در کامنتاری ها بنویسین. خب خدا نگهبانتون تا درس آینده. Görüşürüz. Görüşürüz yani چی بود؟ تا باز دیدن. Görüşürüz و بای بای. خب دوستان aziz iyi akşamlar. Burada bugün saat, evet arkadaşlar burada kesiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.